در خصوص این شهادتش در محل کارش، کوچه روبروی محل کارش رخ داد. یه جوونی که هم شبا هم روزا متاسفانه با دخترایی که مسائل غیر اخلاقی داشتن میومدن اونجا. تقریبا 3-4 روز بود میومدن اونجا و اینم نصیحتشون میکرد. 2-3 بار دیده بودشون، بهشون گفته بود نکنید این کارا رو، کار درستی نیستش. روز شنبه 4 خرداد ساعت 8 صبح بوده. 8 صبح بعد این واسط از دوستاش اونجا وایستاده بودن، میبینم دختر و پسر باز اومدن، رفتن تو کوچه روبروی محل کارشون. بعد اینا اومدن جلو وایستادن و بعد محمود به دوستاش گفت من برم بهشون تذکر بدم چون باهاشون صحبت کرده بود. پسر دخترم اینا رو میشناختن. بعد گفته بوده به اونا که پسیجی و با امر معروف اینا اومده که اینجا دیگه تذکر لسانی مثل اینکه فایده نداشته. ایشون میخوان وارد ماشین بشن، این بنده خدا وارد به قولی دنده عقب میگیره و میزنتش به دیوار و شهیدش میکنه که ما رسیدیم دیگه ایشون سینه کبود و سر و صورت خاکی و دیگه خونواده دیگه. تو هیئت‌های زیادی میرفت. هر شبی نبود که توی این هیئت‌ها نباشه، با دوستای حزب اللهیشون نباشه، با دوستاش میرفت هیئت سر مزار شهدا. همه جوره رفیقش بودن، همه جوره دوستش داشتن. شما حالا ای کاش ما فیلمایی که یعنی از سر خاک و مزار و تشییع و اینا هست شما ببینید، چیزایی هستش که همه قش آدمی بودن و هستن و میان، چون محمود همه دوست داشتن. خیلی خوشرو خوشخنده، از در که می اومد صدای یا حسین یا حسین از دهنش هیچ وقت نمی افتاد. ذکر یا حسین یا زهرا همیشه از در که می اومد کلیدو مینداخت، ما متوجه می شدیم که محمود اومده، به خاطر اینکه صدای یا حسینش می اومد. از مسئولینم خواهش میکنم که نذارن کار به این جا بکشه که بچه‌های ما، این جگرگوشه های ما، این عزیزای ما پرپر بشن.